سرخط خبرها در فرودگاه سوچی هستیم. 27 تاجیک را به روسیه راه ندادند. در غزه در یک روز 45 نفر کشته شده است و در ازبکستان و گرجستان انتخابات های پارلمانی برگزار شدند. سلام بیننده های عزیز، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 اکتبر دادگاه سنت پترزبورگ روسیه راننده 44 ساله تاجیک رحمتشاه قربانوف را به 6 سال زندان محکوم کرد. و راننده اتوبوسی بود که ماه می امسال به دریای مویک افتاد. در این واقعه 7 نفر به هلاکت رسیدند. قربانوف در دادگاه گفته است که ترمز مسافر بر مشکل داشت و از نزدیکان قربانیان معذرت خواست. تفتیشات معلوم کرده است که کارفرما به راننده در مدت چند روز استراحت ضروری نداده است. به نقل همسر رحمتشاه قربانوف و یک روز پیش از حادثه 20 ساعت کار کرد، ولی راهبرش بعد همگی 5 ساعت استراحت دوباره او را به کار خواند. در حمله های اسرائیل در شمال غزه روز 27 اکتبر 45 نفر کشته شدند. در همین حال رسانه ها خبر دادند که راهبران موساد سازمان جاسوسی این کشور برای مذاکرات آتش بس به قطر رفتند. قطر یک کشور میانه رو در مذاکرات اسرائیل و حماس است. مقامات اسرائیل میگویند شاید برای تبادل گروگان ها با برخی محبوسان فلسطینی یک آتش بس موقت اعلان شود. در یک سال گذشته چنین تلاش ها نتیجه ندادند. حالا با کشته شدن یحیی سینوار راهبر حماس بسیاری ها امیدوارند که آتش بس در غزه برقرار می شود. حماس را امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می دانند. در حمله های اسرائیل در غزه بیش از 43,000 نفر کشته شده است. یک خانواده در ناحیه کوشانیان میگوید روز از روز بیماری پسرشان سنگین‌تر می شود و کمک‌های نزدیکانشان هم برای طبابت نمی رسد. آنها حالا با کمک بیشتر نیاز دارند تا جان یگانه پسرشان را نجات دهند. پسر این خانواده که مادرزاد بیماری قلب داشت 4 سال پیش گرفتار سیل شد. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. زن و شوهر در این کلبه فقیرانه اشان به داروخط و تشخیص‌های یگانه پسرشان می‌نگرند و در غم آینده او هستند. صحتی و آینده فرزند به پول و طبابت سرخرج وابسته است. والدان پول ندارند و با هر کمکی که از خویش و تبار می‌رسد او را طبابت می‌کنند. حالا دیگر از آنها هم کمتر می‌رسد. ما می تو رفتن آمدن به عرض به عرض دارو و کل خراجات مثلا قرض میگیم 3000 تومان خراجات میکنیم به عرض دارو و کل ما چطور میریم. جمعه خان محمدوی 22 ساله ساکن دهه مهنت آباد ناحیه کوشانیان از کودکی قلب بیمار داشت و 4 سال اخیر از بیماری سیل رنج میکشد. حالا گاه خون میپرتاید. بیماریش به مرحله رسیده است که باید حتما در شفاخانه بستری شود و معالجه گیرد، اما به دلیل تنگ دستی امکان معالجه در بیمارستان خاص برای گرفتاران سیل را ندارد. این بیمارستان در شهر وحدت است. والدین جمعه خان برای معالجه از 3 بانک 25,000 تومان قرض گرفتند. دیگر به آنها قرض نمیدهند. این قضور اومد ما گفتی گپوزی همیشه شرایطشی که ما دندونو ما کندو فروختم برای بچه من چینیوشا بگیرم نمیشود. گفتی خش تبورم چند قد زد میکنه حوزه همه بس روی خود بکسی خود شده دیگر نمیشود. همه ده طلب مو داریم که مو را یکون یردم کنن که ما فرزند مونه. گفتی گپو که نگاه بیمون شد چی کنیم این چینیوشتا همین چینیوشتا مو دیگر شرایط مون نمیرسه. مادر خودش هم 4 مراتب جراحی شده است و کار کرده نمیتواند. پدر خانواده 1 سال پیش در صدمه قبارغه هایش را شکست و سرش هم آسیب دیده است. خشیرونه خدا خستیم چی کردیم و بود تازی هم بیا میره پیش تاکسی ها چی میکنی قوقا شکستگی از او میده سر سطرسین. در فهرست عائله های فقیر هستند، ولی کمکی که جمعه خان و والدانش از دولت میگیرند برای احتیاجات اولیه زندگی میرسد و تمام. این خانواده میگوید که حالا در فکر خوردن و پوشیدن نه، بلکه فقط در فکر معالجه یگانه فرزند هستند. قرار بود جمعه خان را هفته پیش به شفاخانه برند، ولی از کسی هم کمک نشد و منتظر کمک هستند. معلوم نیست که کی و کی کمک میکند، اما روز به روز بیماریش نگران کننده می شود.
قریب 30 مهاجر تاجیک را که با یک هواپیما از تاجیکستان به روسیه رفته بودند به این کشور راه ندادند. به گفته یکی از مسافران آنها روز 24 اکتبر پرواز کرده بودند. از 100 مسافر 29 نفر را گرداندند، گفت کاربری رادیو آزادی. با مهاجران سبب را شرح ندادند. حالا آنها در فرودگاه سوچی نگه داشته می شوند. آورده در همین جا محکم کردند، فقط اجازه می دهند که یک نفری به حجت خانه روی تمام. همه مرد هستند، افزود مصاحبه ما. این گروه مهاجران تاجیک را در زمانی به روسیه راه ندادند که رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با سفری در این کشور قرار داشت. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کاری مناسب و درآمدی بیشتر به روسیه می روند و طی زیاده از یک سال اخیر تفتیش و بازداشت آنها افزوده است. هزارها شهروند تاجیکستان اجازه ورود را به روسیه نیافته، هزارها نفر دیگر در فرودگاه درماندند و یا اخراج کرده شدند. روز 27 اکتبر در ازبکستان معرکه انتخاباتی وکیلان به پارلمان این کشور برگزار شد. در انتخابات 5 حزب سیاسی شرکت می کنند. هنوز نتیجه های پیشکی انتخابات اعلام نشده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی ازبکستان گفته است در این معرکه 20 میلیون نفر حق اشتراک دارند. کارشناسان انتخاباتی پارلمانی این کشور را صحنه‌سازی و حزب‌هایی که در آن شرکت کردند کیسگی نامیدند. و ضمناً در انتخابات پارلمانی گرجستان روز یکشنبه بنابر حسابهای پیشکی حزب حاکم غلبه کرده است، اما رئیس جمهور گرجستان سلامی زورباشویلی این پیروزی را نتیجه تقلب و فشار دانسته از مردم کشورش خواست نتیجه های آن را نپذیرند و بعد تظاهرات برآیند. حزب حاکم گرجستان طرفدار روسیه دانسته می شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 28 اکتبر خبر می دهد. 28 اکتبر سال 2008 университет یا دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین به دانشگاه ملی تاجیکستان تغییر نام کرد. این دانشگاه کلانترین جمهوری سال 1947 با قرار شورای وزیران اتحاد شوروی در شهر دوشنبه تأسیس شد و به مهمترین مؤسسه عالی تربیتگری متخصصان در ساحه‌های مختلف تبدیل شد. حالا این دانشگاه 17 فاکولته دارد که از روی بیش از 50 اختصاص متخصص آماده می‌کند. بعد بحث و بررسی های داغ، کمیته زبان روز 28 اکتبر سال 2018 گفت رتبه‌های حربی روسی را به تاجیکی برگردان کرده تنها واژه گنرال را به تغییر گذاشته است. زبانشناسان دولتی با تکیه به ادبیات تاریخی گفتند یفریتور ردبان سرژانت خرد دستاور کاپیتان صداور می شود، ولی قرار زبانشناسان مورد حیرت نظامیان تربیت گرفته مکتب ارتش روسی شوروی شد که گفتند برای استفاده و تطبیق این اصطلاح‌ها وقتی بیشتر طلب می شود. اکتبر سال 2018 در بریتانیا تحقیقات نوی به زبان انگلیسی با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی نشر شد که کاری مشترک دانشمندان تاجیک دگی و تاریخ شناسی غربی کارول فوشر می باشد. بعد انتقال قدرت در آسیای مرکزی، ملت‌گرایی سیاسی و تغییرات در تاجیکستان و ازبکستان، این کتاب دوم دگی بود که به تحقیق و شناخت پیچیدگی‌های تاریخی و مسائل ملی منطقه آسیای مرکزی بخشیده شد. و چون همیشه در پایان برنامه از قرب اسعار میگوییم، صبح امروز 1000 روبل به 110 سومانی برابر است، 100 یورو 1154 سومانی مقرر شده است و 100 دلار به 1065 سومانی. این قرب مقرر نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما می توانید از سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی خبرهای نو و گزارش‌های بیشتر را پیدا کنید. با شما تا فردا خداحافظی می‌کنیم. خیر.